کاری کمیسیای لیتسنزیه‌کنی فدراسیای فوتبال تاجیکستان در منطقه کلوب از شهر کلوب آغاز گردید. در حضور رئیس شهر کلوب مسائل مربوط به دسته روشن و آمادگی ورزشگاه موردی بررسی قرار گرفت. و گفت رئیس شهر کلوب امسال با دسته روشن 3 میلیون سومانی جدا شده است که در قیاس به سال قبلی زیاد می باشد. این مبلغ نصف خرجنامه موسم امساله روشن را تشکیل می‌کند. اینچنین در این واخوری مسئله بنیاد اکادمیای دسته روشن، تأسیس و دستگیری دسته‌های فوتبال تالاری، دسته بانوان و کودکان و نوجوان محاکمه شد. بعد از واخوری با رئیس شهر کلوب هیئت کمیسیون آمدیم به ورزشگاه کلوب ارینا که در اینجا کارهای آمادگی به موسم ادامه دارند. کلوب ارینا میبایست سال گذشته بازی‌های لیگ چمپیون‌های آسیایی 2 را قبول میکرد و به این نظر داشت ورزشگاه قریب به تمام طلبات‌ها آماده شده بود. فقط شرایط بیرونی ورزشگاه با برگزاری بازی‌ها امکان نداد. منظور از این گفته‌ها این است که کلوب ارینا برای برگزاری بازی‌های موسم امسال آماده می‌شود. عین زمان اینجا کارهای قمپاشی چمن ورزشگاه رفته ایستاده است. عین زمان در این ورزشگاه آنا علاقه ما 4 ماشین دولان قم آوردیم و پاشیدیم و دورویی که سخت تاثیر است برای علف مثل سبزیدن اوها را علاقه ما پاشیدیم آماده کردیم. ما کوشش میکنیم که تا آغاز مسابقه را ما ورزشگاه را آماده کنیم. یگانه کمبودی که اینجا وجود دارد این کاسته بودن روشنایی‌دهی نورافکن‌ها میباشد که به گفت مسئولین روزهای نزدیک این نقص پورا برطرف میشود. نقطه دیگری سنجشی کمیسیای کاری این ورزشگاهی دسته حاصلات فرخار بود. اما قبل از تشریف به ورزشگاه هیئت کمیسیون را رئیس ناحیه فرخار به حضور پذیرفت. نصب نمولوها و نورافکن‌های شدتناک در ورزشگاه و البته قمپاشی نمودن چمن ورزشگاه از مسئله‌های عمده بودند که با رئیس ناحیه موردی صحبت قرار یافتند. و گفت مسئولین 2 مسئله بالا در جریان حل میباشند. اما با گفت متخصصین قمپاشی نمودن میدان ورزشگاه ضرورت ندارد. چی کارهای در ورزشگاه برای آغاز موسم آماده گرفته است؟ همش همون تیار کردگیم. همینجا امسال گفتیم خون نمیپاشیم و دارو گرفتگیم سوپر فاسفات برای ملایم کردن زمین. ورزشگاه ما ریز رایوقیگون خم پاشیدنش هم با فکری ما که حجت نداره. یکی داروش از سوپر فاسفات گرفتگیه 6 قبچه میاد سحر قطعی میچوشیمش. دیگهش همش تیاره جوی چون ورزشگاه جوی لباس یواسکنی جوی تولوری سریو همش تیاره. باید گفت برای فعالیت دسته حاصلات در موسم امسال از جانب مقامات محلی حکومت دولتی ناحیه فرخار 7 میلیون سومانی جدا شده است. کارهای آمادگی باشند و گفت دستاندرکاران تا آغاز موسم را به انجام میرسند. مثل دیگر ورزشگاه‌های کشور عین زمان اینجا کارهای آمادگی رفته ایستادند. اما باز هم در قیاس با دیگر ورزشگاه‌های مملکت نارسایی اینجا خیلی زیاد میباشد.
خیلی شما میبینید در نظر شما که معلوم است نه اینا پروزا دیسی مایدون مونابو ولتی مایدون نقص کردیم فقط خوب البته جای نشست باز بهبودی میخواهد از این جانبی ورزشگاه خوب اتاق لباسکشی اتاق داوران اتاق لباسکشیمون نو سوختگیم هست فعالیت میکنه جای نشستمون خیلی خیلی که میبینید هم دوره شورای موندگی است و باید ورزشگاهمون اثری نه ورزشگاه زمانوی شود کی همین سال از چی اومده بودن دیرکسیای ساختمانی جمهوری تاجیکستان اومده بودن همه حجت گذاری شده فقط مبلغ گذاریش انتظار است این زمان دسته سرحدچی در همینجا مشقای خودمون میگذراند بله همین روز ما سر کردیم مشقای خودمون مشقای ما در همینجا میشه خوب ببینید که در یک نوبت هم برگزاری مشق ها و هم قمپاشی و دیگر آمادگی ها این چگونه شدنش ممکن است نه که روز این زمان ما میدان او قدر استفاده نمیبریم مشقای ما بیرون از میدان میشوند هم در جای ذخیروی داریم هم در بیرون میدان صنعی داریم در اونجا میگذاریم مشقمون خلاص تا آغاز موسم این ورزشگاه آماده می شود یا نه البته آماده می شود تا آغاز موسم شما ببین میدان بوارتون هم یکمی میدان است سرحدچی همگی چند روز پیش قناعت لطیفov رو با صفت سرمربی دعوت کرد و روز تشریف ما دسته اولین مشق خود را تحت رهبری مربی نو برگزار نمود زیاده از 70% دسته از سال گذشته بچه ها رو در دسته نگاه داشتن و من امروز روز یکمی تمرین ما بود زیاده از 15-20 نفر در اینجا اشتراک کرد به نهایت روز یکم شوق‌آور گذشت چون که دسته هم نظر به سالهای گذشته گوییم همین میدان ناحیه همدانی هم گوییم که جای اتاق عوض‌کنی لباسو همه نو کرده شده است و من روز همچون سرمربی از این خرسند شدم مشق شما با کارهای آمادگی و کارهای آمادگی با مشق شما خلل نمیرساند نه نگفته نماند که ما روز 26 با دسته فیضخان در ناحیه واسه بازی کوبک فدراسیای فوتبال رو ما اکنون اولا ما همین هفته حرکت میکنیم که بازی که در پیش ایستاده است با اون تیاری خوب بینیم و بعدتر این سال که ما گوییم که در پیش وظیفه‌های نسبتاً با سال گذشته جدی‌تر داریم ما حرکت میکنیم که بازم با دسته بازیگران رو دعوت کنیم کدام وظیفه ها هستند که جدی ترند نگفته نماند که سال گذشته دسته همدانی سرحدچی جایی گوییم که 13 رو اشغال کرده بود 12 رو ما حرکت میکنیم سال برای جایهای 5 و 7 مبارزه بریم در بخوری با رئیس ناحیه همدانی مسئله های موجوده ورزشگاه و خرجنامه دسته برای موسم امسال مورد بررسی قرار داده شد. با اطلاع ذکر شده سرحدچی با مقدار 700,000 سامانی از جانب مقامات محلی و 300,000 سامانی از جانب صاحبکاران کمک کرده خواهد شد. اما مسئله تعمیر و نوسازی ورزشگاه شاید با علت آنکه دیرکسیای ساختمانی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان لایحه بنیاد ورزشگاه نو را با 10,000 جای نشست آینده‌های نزدیک عملی ساختنی است و تأخیر ماند. با رهبریت دسته توصیه داده شد که در حال آغاز شدن کارهای بنیادکاری ورزشگاه کلان که در تحت همین ورزشگاه بنیاد خواهد شد با مصلحت پیشکی بازی‌های خانگی خود را در ورزشگاه‌های نواحی همسایه برگزار کند. دسته بخش زرنیسار موسم گذشته راهخط لیگ یکم را دریافت و اکنون امکان شرکت در این چمپیونات را دارد. اما در لیگ یکم طلبات دیگر بوده و هم مصرف مالی زیادتر است. با گفت رهبریت ناحیه با دسته بخش زرنیسار در دایره امکانات کمک کرده خواهد شد.
аммо оё бештар аз 1 миллион сомонии эҳтимолие ки барои даста лозим мешавад пардохт мешавад ё на вақт нишон хоҳад дод. خب بعد از واخوری با معاون رئیس ناحیه بخش ما آمدیم به ورزشگاه مرکزی ناحیه. اصولا اینجا یک میگه خیلی غفص است که شاید این نواری ما چندان دیدنی نیست، اما به هر صورت آن چیزی که ما در اینجا میبینیم هنوز یک عده از کمبودی های هستند که باید آن برطرف شود. البته در اینجا نه پنجره بندی است، البته دروازه ها به طریق نادرست جایگذاری شدند. البته در یک گوشه ورزشگاه حال حاضر قمپاشی رفته ایستاده است، اما فقط از یک جانب جای نشست دارند و خلاص این ورزشگاه هنوز کاملا به یگان طلبات جوابگو نیست، اما بر طبق وعده مسئولین این ورزشگاه را البته باید تا آغاز موسم آماده کنند. میبینیم که چی میشود. کارهای آمادگی در ورزشگاه البته بهبود میخواهند. این تشریف ما از چی باشد که جای مردان حضور چند زن به قمپاشی میدان مشغول بودند و بس. مانا جای نشستی مهمانان فخری، از دو جانب جای نشستی مخلصان و اینجا اتاق لباس عوض کنی. میرویم تا ببینیم که چی در آنجا دیده می شود. خب مانا اینجا اتاق لباس عوض کنی. خب مانا بچه ها لباس عوض میکنن. خب مانا این حالی که در همینجا هست. بچه ها خنک نیست؟ شما جای دستشویی دارید یا نه؟ نه؟ در کجا دست رو میشوییم بعد از مشق؟ در بیرون؟ معلوم. اینجا مانا باز دو اتاق دیگر هست. متاسفانه اینش محکم است و اینش هم محکم است. خب من آن چیزی که در اینجا دیدیم، من این چگونه که دیده ایستادیم در اینجا شیفت فکر میکنم که همون دیزاین سالهای اتحاد شوروی است. خب من آن چیزی که در اینجا دیدیم به قدری که میگن رنگ بین و حال پرس. خلاص با چنین مناسبت با دسته و آمادگی در ورزشگاه، اگر این رو عموماً با این شرایط موجوده ورزشگاه گفتن ممکن باشد، در گمان است که دسته بخش زرنثار که با زحمت جوانان فوتبال دوست ناحیه راه خط به لیگ یکم گرفت، این موسم در لیگ یکم بازی کند. باز هم دنیا با امید. بعد دیدن کردن از ناحیه بخش ما آمدیم به مرکز ولایت ختلان شهر باختر و اینجا نیز جهت بررسی نمودن مسائل دسته بخش باختر با رئیس شهر باختر واخوری انجام دادیم.
аслан дастаи бахш дар масъалаи маблағгузорӣ чандон мушкилӣ надошта аллакай аз ҷониби мақомоти маҳаллӣ 2 миллион 640 ҳазор сомонӣ ҷудо шудааст. чунончи медонем дастаи бахш низ аз ҷониби сарпарасти кулли худ дастгирии молӣ меёбад. خب دوستان عزیز، بعد از اونی که ما از مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر باختر دیدن کردیم، آمدیم به ورزشگاه وخش شهری باختر و اینجا از روی گفته مسئولین عین زمان قمپاشی چمنزار به انجام رسیده است، اما کارهای دیگر ادامه دارند. درست است؟ بله، درست خیال کردید. با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلان همزمان با دستگیری محترم رئیس شهر باختر امروز کارهای ساختمانی در ورزشگاه وخش شهر باختر رفته ایستاده است و شما می‌بینید در میدان بازی فوتبال علاقه برای موسم امسال علاقه در حالت آماده باش است. مسئولین در میدان فوتبال زیاده از 30 کم از قم علاقه پوشیدند، هموار کردند. پیوستکنی جایهای نشست هم ادامه دارد. علاقه خدمت پره همین جایهای نشست آورده در انبارها ایستادند. فقط که همین مبلغ چسبانیده میشوند. پیوستکنی جایهای نشست از همین موسم سر می شود. علاقه از حالی که مبلغ گذاری آغاز بیابد، مبلغ گذاری برای سال 2025 علاقه کارهای تعمیری بود آغاز می شوند. روشنایی افکنی در کدام حال است؟ خب مسئله چراغ‌های روشندهی باشد در حالت بررسی قرار دارد. حالا پورا وای نشده است، اما و از روی گفته مسئولین باشد چراغ‌ها علاقه از جمهوری کره یعنی وای شدند، آورده شدند. این هم بعد از این موسم مبلغ گذاری که حالا یک چند چی میگن مانع بله مشکلات مالیوی وجود دارد. همین خاطر در انبار ایستادگی است. در حالت همین برطرف شدن پرابلم های مالیوی علاقه آغاز میکنند با پیوست کردن چراغ‌های روشندهی همزمان جایهای نشست. اتاق‌های لباسی بازکنی چی؟ خب تعمیر و از نوسازی اتاق‌های لباسی بازکنی، اتاق داوران علاقه در حالت آماده باش است. پره ترمیم و تعمیر کرده شدند علاقه. خب شما گفتم میتوانید که برای آمادگی من همین ورزشگاه از جانب مقامات ولایت و از جانب مقامات شهر چه مقدار پول جدا شده است؟ خب طبق سفارش محترم رئیس ولایت از طرف بودجه ولایت ختلان در همبستگی با مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر باختر به مقدار 6 میلیون در سال 2024 جدا گردیده بود و این مبلغ چیزی که شما میبینید ناکفایگی میکند. در مرحله سال 2025 باز کارهای تعمیری ادامه می‌یابند. اما برای دستگیری و فعالیت دسته در لیگ عالی چی؟ برای نگهداری دسته عموما فعالیت پرثمر سالانه دسته مبلغ 10 میلیون سومانی در کار است. از طرف مقامات با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر باختر 2 میلیون و 640 هزار سومانی علاقه برای سال 2025 جدا گردیده است و مبلغ باقی مانده از حساب سرپرستی کلی دسته ورزشی وخش پیش بینی می‌گردد. تا امروز چمنزار ورزشگاه پورا قمپاشی شده، کار در سمت‌های دیگر ادامه دارد و گفته مسئولین روزهای نزدیک روشنایی افکن‌های ورزشگاه تقویت یافته، جایهای نشست نیز پررو نصب می‌شوند. اتاق‌های لباسکشی و اتاق داوران در حال خوب بوده و معیارها جوابگو میباشند و بر طبق وعده دستاندرکاران این ورزشگاه تا آغاز موسم برای قبول بازی‌های خانگی دسته وخش پورا آماده خواهد شد.